به نام خدا. موضوع خلاصه کتاب حکایت دولت و فرزانگی از مارک فیشر. سلام. تا حالا شده احساس کنید علیرغم تلاش زیاد انگار یک صد نامرئی جلوی ثروتمند شدن شما را گرفته. انگار هرچه می‌دوید به آن عدد رویایی در حساب بانکیتان نمی‌رسید. امروز می‌خواهیم درباره کتابی صحبت کنیم که پاسخ این معما را در قالب یک داستان جذاب روایت می‌کند. حکایت دولت و فرزانگی. نویسنده این کتاب مارک فیشر خودش یکی از ثروتمندترین نویسندگان جهان است. او در سال 1953 در کانادا به دنیا آمد و با این کتاب که به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده به میلیون‌ها نفر یاد داد که ثروت قبل از اینکه در کیف پول شما باشد باید در ذهن شما ساخته شود. فیشر معتقد است ثروتمند شدن یک علم است، اما علمی که با تخیل و ایمان ترکیب شده. داستان از جایی شروع می شود که یک جوان 32 ساله خسته از کار تکراری و درآمد کم سراغ عموی ثروتمندش می رود تا از او وام بگیرد، اما عمو به جای پول یک آدرس به او می دهد، آدرس پیرمردی که به دولتمند آنی معروف است. اولین درس بزرگ کتاب همینجاست. روابط و تجربیات دیگران بسیار ارزشمندتر از پول نقد هستند. عموی جوان به او ماهی نمی دهد، بلکه او را پیش کسی می فرستد که ماهیگیری را به او یاد بدهد. جوان با تردید راهی می شود و با پیرمردی روبرو می شود که در یک باغ گل سرخ زندگی می کند. پیرمرد به او می گوید بیشتر مردم می ترسند چیز بخواهند و وقتی هم می خواهند به اندازه کافی اصرار نمی ورزند. حالا برویم سراغ مغز پخت کتاب. پیرمرد در طول داستان درس‌هایی به جوان می‌دهد که زندگی او را زیر و رو می‌کند. بیایید این درس‌ها را با هم دیگر مرور کنیم. شماره 1. جادوی نوشتن و زمانبندی. پیرمرد از جوان می‌خواهد دقیقاً بنویسد چقدر پول می‌خواهد و چه زمانی می‌خواهد به آن برسد. فیشر می‌گوید اگر ندانی به کجا می‌روی معمولاً به هیچ جا نمی‌رسی. نوشتن روی کاغذ به کائنات و ضمیر ناخودآگاه شما دستور می‌دهد. شماره 2. درون شما دنیای بیرون را می سازد. یکی از زیباترین جملات کتاب این است: آنچه بر تو میگذرد نتیجه چیزی است که در تو میگذرد. پیرمرد به جوان ثابت می کند که بزرگترین محدودیت ها آنهایی هستند که خودمان به ذهنمان تحمیل کرده ایم. اگر فکر می کنید لیاقت ثروت را نداری هرگز ثروتمند نخواهی شد. شماره 3. قدرت کلمات و تکرار. فصل نفوذ کلام در این کتاب بی‌نظیر است. پیرمرد معتقد است برای تغییر باورها باید از تکرار کلامی استفاده کرد. کلمات می توانند تخیل شما را تقویت کنند و وقتی تخیل و منطق با هم درگیر می شوند همیشه تخیل پیروز می شود. شماره 4. سخت کوشی به تنهایی کافی نیست. پیرمرد یک سوال تکان دهنده می پرسد: آیا کسی که 100 برابر تو درآمد دارد 100 برابر تو کار می کنند؟ قطعا نه. پس تفاوت در نوع کار و ذهنیت است، نه فقط عرق ریختن بیشتر. شماره 5. تمرکز و لحظه حال. پیرمرد در باغ گل سرخ درس تمرکز را به جوان می‌دهد. او می‌گوید کلید کامیابی تمرکز در لحظه حال است. کسی که مدام نگران گذشته یا آینده است فرصت طلایی یعنی همین حال‌ها را از دست می‌دهد. کتاب حکایت دولت و فرزانگی فقط درباره پول نیست، درباره شجاعت خواستن است. مارک فیشر در پایان کتاب به ما یادآوری می‌کند که باید شکرگزار باشیم. شکرگزاری فرکانس شما را با فراوانی جهان هماهنگ می‌کند. دوستان من، اگر می‌خواهید تغییر کنید از همین امروز شروع کنید. طبق دستور پیرمرد دولتمند. یک قلم و کاغذ بردارید، هدف مالیتان را با تاریخ دقیق بنویسید و هر روز آن را تکرار کنید تا در اعماق ذهنتان ریشه کند. ممنون که در این چند دقیقه همراه من بودید. امیدوارم این خلاصه جرقه‌ای باشه برای شروع مسیر ثروت و فرزانگی در زندگی شما. اگر از این پادکست لذت بردید آن را برای دوستی که به دنبال تغییر است بفرستید تا پادکست بعدی ثروتمند و فرزانه بمانید.